عمری مردمی که جنت می‌دراید عمرشون چی مقداره؟ چند ساله؟ اولا خداوند دعا کنند که ما و شما را داخل جنتش کنه. چگونه ای که پیامبر نازنین گفت که الله مهربان گفتن اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. پیامبر نازنین جنت برای ما وصف کردن. گفتن جنت جایی هست که او را هیچگاه مقصد با چشم اگر انسان تصورش کند تصورش در چشم موافق نمیاد. اگر با گوش تصور کند که چگونه است در گوش هم تصورش جای نمیگیرد و حتی میگه در قلب تو هم اگر چند اندیشه هم که کنی با قلبت اندیشه هم کنی اندیشه قلب هم خطا میبراید. یعنی از آن چیزی که در تصورات تو میگذرد جنت از او بالاتر و بهتر است. اولا الله مهربان دعا کنده کن خداوند ما را از زمره ما بندگان صالحش گردانه و وقتی دنیا را پدرود میگیم ما را هم داخل همون جنت جاویدانیش کنه. دیگر این که من حدیثی را که امام ترمذی و امام احمد و در سنن خودشون آوردن از جناب حضرت معاذ ابن جبل آوردن. گفتند ان النبی صلی الله علیه و سلم قال يدخل اهل الجنة الجنة جردن مردن مكحلين ابناء 33 سنة. پیامبر ما گفتند داخل می شود جنت را جنتی ها زمانی که دو چی گفتن جردن و مردن. یعنی جردنش به معنایی که در بدن هاتون شریکوز در دنیا دست ها را بینیم بالای شکم ها را بینیم پای ها را بینیم پر از مقصد موی هست پشم هست. پیامبر ما گفتن که جنتی ها در بدنشون موی ندارن پشم ندارن. مردن به معنایی که وقتی که پشم که نباشد یعنی ریش هم که از موی یعنی از پشم عبارت است یعنی جنتی ها ریش هم ندارن. مکحلین به معنایی که چشم هاشون اهل جنت همش به مثال رنگ یک نفری که سرمه میکشد انمو چشم هاشون رنگ چشم های سرمه کشیدگی واری زیبا هستند و زمانی که داخل میشوند عمرهاشون 33 ساله هستند. البته در 33 سالگی هم حکمت شمیه که وقتی همو کمال عمر وقتی همو توانایی و قوتی گویم خواه مرد باشد خواه زن باشد در همین 33 سالگی هست. برای همین هر نفری که داخل جنت می شود حتما عمر او با 33 هست. و در دیگر حدیث هایی که حتی امام بخاری هم آوردن قد ما و شما خواه زن ها باشه خواه مرد ها باشن 60 گز هست. 60 گز اگر برادرای عزیز گز هر خیلی حساب میکنن اگر من مثالی نوازی 50 حساب کنم یعنی یک گز اگر 50 سانتی متر باشد خب با 60 که ضربش کنیم قد ما و شما در جنت 30 متر می شود. 30 متر یعنی همین قد حضرت آدم داشته است. پیامبر ما گفت چگونه ای که پدرتان حضرت آدم قدش 30 گز بود یعنی 30 متر بود قد شما هم به همین مقدار می شود و بعد داخلی جنت می شود. زیرا برادران عزیز بعضی ها می پرسند با این قد بلند زیرا که در جنت کوشک ها و گویم هر چیزی را که الله مهربان برای بندگان صالحش آماده کرده است اونجا در بسیار عمارت های بلندی هست.
حتی پیامبر ما گفت امارتی در داخل می شود جنتی که از امو تیرزه وقتی گویم کلش می بروره و نگاه میکند ستاره ها در پیششند. برای همین برادرای عزیز یعنی قد بلند هم به خاطر آن است که اونجا در کوشکهاش بلند است، راحتش بلند است. الله مهربان همه ما و شما را داخل این جنت جاودانیش کند.